این بچه یک نامش حفیظ است و در کابل در نزدیکی گلبار سنتر دوجه تخم فروشی میکرد. اون از قوارش هم معلوم است بیچاره هم 10 11 12 سالش باشه. یک نفر قصه کرد گفت من 11 به شب تیر میشدم. این بچه که دیدیم گفت در اونجا در بغل دیوال شیشتگی است، اونجا بعد که تخمش در پیش رویش ماندگی گریان داره. من ایران ماندم که در 11 به شب چی میکنه؟ اونجا خب هیچ کسی نیست که حالا بیا از چیزی بخره تخم و چرا گریان میکنم. من رفتم از این پرسان کردم گفتم بچم چرا در 11 به شب در هستی، چرا خانه نمیری؟ این بچه طرف من سعی کرد اما گریان کرده به من میگه کاکو من ساعتای 10 یا 8 شب اینجا بودم، یک نفر تیر شد پایش جعبه تخم خورد، 5 دانه تخم ما مایده شد و این رفت تو یه دقیقه هم نشد. حالا من خانه رفته نمیتونم، چون اگه خانه برم مرا پدرم میزنم، میگه یا پیسه از زیر بده یا تخما را تو شکدی. هر چی که من برش بگویم قبول نمیکنه، مرا سخت لط میکنه. چند دفعه دیگه من تو لط کرده. حالا من میخوایم شب همیشه باشه، من خانه نمیرم، من مجبور هستم شب همیشه باشم، به خاطر که اگه من پدرم مرا برم خانه پدرم مرا سخت لط میکنه. این گپه که میگه من شنیدم برای از یک هم پیسه تخمش هم دادم، یک 30 40 روپا اضافه دادم. گفتم پدر بچیم برو خانه برو دیش شب خانه خانه برو اینجا شب است یخ است خطر هم داره چی میکنی. پیسه زیر دادم رفت. میگه من بسیار دلم سوخت. نکنه امیر رقم اولادکایتان سرشون زیاد ظلم نکنه. پدرایی که در افغانستان هستی هم سرش تو کار میکنه، هم ظلم میکنه، هم بیچاره کار میزنه، سرش اسرائیل خدا جور نکنه. کار نکنه که مجبور شود خانه را یا گریختن از خانه را قبول کنه مگم شما را قبول نکنه. گناه داره نکنید.